حالا این موتور یه چیز جالبی که داره، حالا برای ایمنی موتور وقتی رو استند یا جک جفت باشه، طبق طراحی خود شرکت یه کاری کردن که وقتی موتور گازش که میدی بیشتر از 40 تا سرعت نمیره. حالا برای ایمنی که موتور از رو جک در نره، بیشتر از 40 تا نمیره و رو حالت دستی هم که ببری بیشتر از دنده یک نمیره. یه جوری طراحیش کردن که از دنده یک بالاتر نره، مثلا هرچی دنده بهش میدی بالاتر نمیره. حالا این هم چیز جالبیه. بعد یه سیستمی هم که براش گذاشتن، سیستم اکو هستش، حالا الان روشن نیست. به صورت اتومات هر وقت دور موتور پایین باشه، فشار رو موتور نباشه، به صورت اتومات میاد